استرا محکمه روسیه امروز پنجشنبه 28 حمل گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس این اقدام را پیروزی دیپلماتیک برای طالبان خواند است. گروه طالبان در سال 2003 از سوی روسیه در این فهرست شامل شد که بر اساس آن هر گونه تماس با آن بر اساس قوانین روسیه قابل مجازات خوانده شده بود. با آن هم مسکو چندین بار از طالبان حتی پیش از برگشت این گروه به قدرت میزبانی کرد. پیش از این چند عضو کابینه روسیه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کنند. در آن زمان مقام‌های روسی گفته بودند که اقدامات جدی را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برداشته‌اند.